الله پیامبر و صحابگان را فرستاد. کسی گوید الله چگونه از من راضی است؟ میگویم خداوند از کی راضی شد؟ از صحابگان. آنها از الله راضی اند و او نیز از آنها راضی است. گوش کن، اگر خواهی که وی از تو راضی باشد همان را کن که صحابگان میکردند. شب آنها چگونه بود؟ روزشان چگونه بود؟ چگونه بود تیاری آنها؟ چقدر خود را قربان کردند؟ چگونه بود معامله آنها در عائله؟ معامله آنها با الله؟ چگونه بود وابستگی آنها با تجارت و با خداوند؟ چگونه آنها با پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر داشتند؟ چقدر سخنی پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست می داشتند؟ کارهای آنها را بکن و خداوند از تو راضی خواهد شد، همچنان که از آنها راضی شد. الله از آنها راضی بود و آنها از الله راضی بودند. این برای آنهایی است که از الله می ترسند و از داشتن ترس الله به دست آورده می شود. و صحابگان همانهایی هستند که در دل ترس از الله دارند.